در این ویدیو میخوایم ببینیم که چرا دچار درد کشاله ران و یا دچار گیرافتادگی مفصل ران میشه و این بیماری چیه. و این ویدیو بیشتر بخش توضیحاتی این مریضی و این عارضه هست و توش میخوایم بیایم این عارضه و این بیماری رو بیشتر بشناسیم. علاوه بر این 2 تا ویدیو دیگه در مورد درمان این درد ساختیم که یکی از اونها کمتر کردن درد با حرکات کششی و یکی دیگه هم تقویت ماهیچه‌های این بخش با استفاده از حرکات‌های تقویتی و قوی کننده ماهیچه هاست. برای اینکه بتونید اون 2 تا ویدیو رو هم ببینید و استفاده کنید میتونید این کانال رو سابسکرایب کنید. اول از همه بیایم ببینیم که چرا این سندروم ایجاد میشه. مفصل ران از 2 تا استخوان ران و لگن تشکیل شده و بین این 2 تا استخوان‌ها غضروف‌ها قرار دارن. علاوه بر اینها یک ساختاری به نام لابروم هم قرار داره که باعث عمیق‌تر شدن و به نگهداری بهتر استخوان ران در این مفصل کمک میکنه و همچنین باعث حرکت منظم و بدون خطا میشه. اما اگر استخوان ران یا لگن از نظر شکل ظاهر دچار یک تغییر بشوند باعث اصطکاک شده و در نتیجه درد شدید رو ایجاد میکنه. این عارضه انواع و تیپ‌های مختلفی داره که با فیزیوتراپی میشه این دردها رو کمتر کرد و همچنین عملکرد این قسمت رو بیشتر کرد. اما بعضی از شرایط هستن که متاسفانه نیاز به عمل جراحی دارن و در عمل جراحی ممکنه که یک بخشی از استخوان مفصل که اضافه هست را کامل بردارن و اون قسمت رو پاک کنن، یا اینکه بخش لابروم رو که گفتیم با عمل اون بخش رو ثابت کنن و سر جاش قرار بدن. توضیحاتی که میخواستم در رابطه با این بیماری بهتون بدم همینا بود. همونطور که گفتم 2 تا ویدیو دیگه مرتبط با این ویدیو ساختیم که الان روی تصویر مشاهده میکنید. میتونید از هر 2 این ویدیوها استفاده کنید. مرسی که همراهی میکنید. روزتون بخیر.